برای برنامه یک پیاله چای خواستم که یک چاینیک برای چای جوشانی تیفال خرم. مغازه بهترین با شهر خوجنب آمدم و در آمدم و چاینیک گرفتم و گرفته نرخ و نوای و صفت مال و محصولات دیدم و منه. چایی کبود از همه عالاتر است چایی کبود داروی دردی سر است چایی کبود از همه عالاتر است چایی کبود داروی دردی سر است چای مرا هر کی نوشد شام و سحر نوش جان می شود از بوی خوشی چای سر خوش ما چای مرا هر کی نوشد شام و سحر نوش جان می شود از بوی خوشی چای سر خوش ما چای خوشبوی من چای خوشبوی من چای دلجوی من چای دلجوی من نوشید چای کبود جانی من دورنشین با سرود جانی من نوشید چای کبود جانی من دورنشین با سرود جانی من نمکم نوشیده چای و اصل خواب نمود است به مثل کسل این نمکم نوشیده چای و اصل خواب نمود است به مثل کسل خواب دیگران راحتی جان خلال مده به سبب من دیگران بسته میان کار کنند روز شب خواب دیگران راحتی جان خلال مده به سبب من دیگران بسته میان کار کنند روز شب چای خوشبوی من چای خوشبوی من چای دلجوی من چای دلجوی من نوشید چای کبود جانی من دورنشین با سرود جانی من نوشید چای کبود جانی من دورنشین با سرود جانی من السلام علیکم السلام علیکم انا همین روز برنامه یک پیاله چای تا با آوچی خلچه آمده رسید من همه شمایان را خوش آمدیدتان میگویم اولش بکی با برنامه میزبان من لیکن با آوچی خلچه میزبان شمایان امروز در انا همین لوید هاوزی گویم باشیشگاه اکای عزیز رئیس انا همین باشیشگاه رئیس خواجگی گویم انا درگیردم و انا نگاه کنید دیگه بیتخوی بی نهایت عجایب ما خواستیم که یک برنامه یک پیاله چای را در انا همینجا گذرانیم خوب دوستان عزیز و ارجمند تماشاگران گرامی آن نفرانی که مخلص و هواداری برنامه یک پیاله چای هستند امروز ما در جماعت آوچی خلچه هستیم با پیران کار هستیم و البته باوری کامل دارم که برنامه ما خیلی عجایب صورت میگیرد من دعا کنیم که من شهر ما مرکزی مرد پاکستان جمهوری ما تینجی آماده شود از زمین آسمان طیب آباد خود در پروردگار دارد الله تعالی پروردگار همین آمدگی بلاهای دور کردن به پروردگارهای سفید از پروردگار الله پیدا من دعای نیکم گرفتیم اکنون میخواستم اکای حبیب الله یک به یک آنها رو با ما و با تماشاگران معرفی کنید مرحمت خوب من از طرفی دستی من لیون من اندشت است رئیس خواجگی همین جایی نشستم من عثمان بای عثمان بای اکا واحدوف عثمان بای واحدوف در دستی راستی من به نشستگی اینا بایم رجب بای اساقو رجب بای امک اینا بایم میخانیزاتور نامداری کلخوز بودن این بین دو میخانیزاتور رو فرام بدید آرزوتون گویید جامعه عمل میپاشد خودشون راننده شهریار مومین جان پولادو خب اینا وای شفیار
روننده اینا اکی نور محمد نور محمد از چهرهشون هم نور بریده خب این دور باید اینا همه کهنه‌ترین مکانیزاتوری همین قشلاق پیری کار خب من اینا دکتر طبیب مجیدو در این دوره های کرونا ویروس میبینم که طبیب ابولا شدیتون من اینا من همین دیه و توال شده که من همین چندین سال بود من رایون با کار میکنه دکتر شده خب جدا یا من قشلاق و نفاش ناز میرسد در پهلویشون در پهلوی این نشسته من حاجی عبدالرزاق این من حاضر خدمتی خلقنده خب من این وای میکنه صاحب چیزی بود وای صاحب کاری انفرادی صاحب کاری دارم حالتی صاحب کاری دارم خب سلامت باشن بی صاحب کارم نمیشد باور کنید اگر این کس تراکتورشون این کس تراکتور این کس ماشینشون بیارن اگر بی بنزین نمیشد بنزین کی میگیرد صاحب کار رفتیم دادوبیک کو دادوبیک اینم شافیا روننده هم روننده بودن امروز ما با بختمو توفت است امروز تکنیک دیگه امروزی سرخاص تکنیک و سالهای دراز اونجور شافیاری کرد سلامت باشن انا اکنون در پهلوی این کس من معرفی میکنم علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان نفری که در کاخ رودکی در هیئت انسامبلی کاخ رودکی فعالیت دارند و سلیست و کلیست یک نفری که مردمی ما همچون حافظی بی نهایت خوش‌آواز اعظم جان افچی قلچگی میشن اعظم جان بولتوبویف یک قرصکای ما برای سلامت داشتم دوستان راستی امروز ما با اینجا سرجم شدگیم ما مقصدمون راستی گپ یک از حال و احوال شما خبر گیریم یک دوستم ببینیم اعظم جانم یک ماه بیند گفته برآمده آمدیم یک تامیخ دیه بود است اکو همون دیه با 3 نفر انا همینا با یک بچهای شوخ بود است بچهای شوخ چوبه گوید بچهای شوخ برای آنکی کم همین وای سیگار میکشتن ها سیگار هم چخیل گوید مغازین نمیگفتن خودشون میساختن وای سیگار خلاص سیگار میکشیدن بانگی بود یا نکودیا همین کوچه به همین خودی همین کوچه خودشون میگشتن سانی مردم هم میگفت است که بچه‌ام آخر سال آرام شوید آخر اینجا جای جمعیتی سال خودتون رو داریتون کارو تکون بعد یک و کشیدن نکن حالگی با این سانی خلاص گپ یه روز دو تا آشنا برفتن سیامشون نگاه کنن که سیامشون دو پا درست گوید گاستوکای کرگی دستش پاپکه گرفته برفتاز یه آشنا تینجیمی تو آخر ما با این بودی کیفی بودی تو چه خیلی شد گفت یه بار پیشی قمچی نمک و برایتون خانشون با گپشون نشو بافتاز سالی یکتاش برام دست که یارم همچه پیش قمچی نمک روات قمچی نمک هم همین بیخ بیاد بشتی بودیم بیا بچه‌م بیا آشنا گفت بیا توام این بیاد اون تو که یک آقا شد بگیر گفتیم آقا شش بگیرد شر دستش بستی انگویدو حالگی وای بیاد وایش تار کردم اون بودیم شاخش بود همون جوی مولای ماش سخت زدی انگویدو حالگی با این انا کو دانستم من تلفنم با نوار بگیرم اگر یک بار دیگه من همین کارو ببینم تمام محله به نشون میدم بعدی همون ویم جیم دویم روزی آشناش بیند دو تی و دو پا درست این مازش نیه ها آشناها هر سیام ما یک بودیم چه خیلی گفت قمچی نمک به خانشون برام گفت سیامشم برام در رفته گفت حالگی کار هر سیش جیم یک ماه محله تینج گوید دیا بعدی چه وقت گوید بعدی یک ماه نگاه کند که یک دو تاش هم تو نگاه کند یک تاش کایفش بلند همون طرف انده وای آشنا تو کالا نمی آخه وای قمچی نمک گفت قمچی نمک گذاشتن گفت است حیات بیالید یک تو واقعه های شوخ شما هم هستن و فکرم همین قصال کار کرگی کنی همه یک نقل کنید یک روز تپرافتور رفتن کم کمباین تپرافتور این تراکتور خب اخیبتی تا میاد گم بالی پلوگ با برام نفتن اینو هم گپ درا بودی همده همین اگر نگاه کنیم اگر البته امروزها حیاتی ما خودش عجایب هر یک کارم خودش یک خنده آور هم تو اگر نگاه کنیم اگر امروزها نگاه کنید هم تو صحبت کردم خیلی نبیره ها تون های همتوننده مایده نبیره های هم کو همین سخنی کودک حقانی شیرین بود است یه روز نبیرش است اوچش نمکک بیبیش گوییم بیبیش دیدم به خونی وهابی اتاج به شهر آمدن و دادوی بچه‌ش دست و مادرش دست و امیخش دیدم
بچه مایده کو وای بی جان گفت وای اوچشم هم بچم گپ زن گفت همین خونی آدم شیرین میگفت است گپ ببینید وای بیشم بچه‌ام آخه ما کجا دونم خونی این گپای کجا شنیدی گفتم من تا شما اومدن دادام گفتن که انمی آجات خونی من خوردگی گفتم پروانه نکره گاز دنه برید توبه کنم اكو بایم فروخته فیشان نسیه همه بودن اصلا گیریم اگر مردمی ما با حاضر سالهایی که شما کار کردید این خیلی ممکن نبودو حاضر علال خصوص حاضر یک یادگیری همه میکویم همین میکفته میسیم دی خطا گیشه کم بودیشه یک مرد گوید aynı وینده وقتی بیمارینده خور افتیانو همه اولادوشونه جیغ زدیانو ملا برهان لبای گپ زنید سال 1980 لبی دروازت به شغل آورده خالی کردی участковый اومده توی جریمه کارکو گفت من توی نویستگی بودم گفتم گفت من کسال اكو من دیلم خالی کرده برفتنم در کار فلان چی گفت لب گفت یادتم ده همی اکان زیرزوا دوتا بانکا برآورده بودی هیچکی ندیدگی بوده من همونه دیده نویستگی بودم توی اشتراف کار گفتم یه خدای خیر من بخشیتون گفتم اكو همشه گفتم ده فلان چی لب یادتم ده همی اسبی فلانی کسال شدگی بود تو خریدی کو من همونجا ایستادگی بودم تو با نگفتم که اسبش کسال گذشت از این چیز همین همون وقتی کاری کردگیشون گفتم فلانی لبای همون وقت یادتن همی تو کارخونت به ریویزور آمدگی بود تو شیشته برامدی کو همون ریویزور من فیساندگی بودیم همشه گفتم هم تو نفرت که همون کسال به نیاکرشت است گفتم که آخرین آرزومای آرزوتون گاو زنید که آخرین آرزو آدمی برافسوسگی کردن نکو همین پوچکم لوستر و باندیتون گفتم همه حیران هیچ خیلی که باندیتونی آخرین آرزوی من گفتم خیلی که جانا جواب بسپردیم پوچکش واسه یکی لوستر و آویزان کرد میستیم گفت участковый آمده است ما با عریضه آمده که اینجا مرده آویخساس بودیم آدمی گنده مردش هم کارشو میکنه همون با گنده ها دور باشیم چی گفتی تو؟ مرامت من بسیار میخواستم که کمی باشد درباره در همه جاها مثلا در استرابشان در اسفره در دیهاتی اونجی بودیم میخواستم که کمی درباره تاریخی همین جماعتی اوچی قلچه فهمیده باشیم اکو جان مرامت السلام علیکم خوش آمدیتون مهمانای عزیز سلامت باشید من خیلی عمده استون دیاری ما آدمای مهمان دوست البته کمتر کالتی کوته باشد همین اوچی قلچه ما اصلا زوده ها استقامت کننده جماعت اوچی قلچه ما اوبچی های شهر خوجان میگن اوبرون های شهر خوجان میگن این همین وایها در کتابی حسن بوی زاهدوف معلم نوشته شده است همین تاریخ ها که همه وایها استقامت کنندگان جماعت اوچی قلچه این اوبرون های شهر خوجان که همین سوی منام خواجه بختیارخان منامتر کمتر اپوین ما همین سوی گذشتگی همین اوبرونده استاده تا شهر خوجانده تا همون زمین های شهر خوجانده بوده میرسانند همین یک چند سال کار کرده همینجا اوبرونده استاده همینجا یک جا کرده جلال کرده مقیمی شده موندگی ما همین اوبرون یعنی که اکای عزیز شما گفتنی که پیدایش نام اوچی قلچه یعنی که از میروپایی که اینجا آب تقسیم میکردن و قلعه از کجا پیدا شد؟ همون اوبچی های قلعه شون یعنی که قلعه هست اینجا قلعه بود یعنی که پیدایش نام اوبچی قلعه خب اهالی اوبچی قلعه من میدونم که اساسی تاجیک ازبک و قسما قرغیز زندگی میکنن همطور و اساسا با کشاورزی مشغول هستن یک چیز دیگر رو من میخواستم از شما شنیده باشیم من همینجا به یک قدمجو هستم همینجا درباره همین یک صحبت میکنیم عزیز خوش آمدید با من ممنون قدم و حسنات خب درباره این منزل مکان و درباره این حضرت اگر ما یک چیز گفتنی باشیم نام پره حضرت خواجه سلیمان باقرخانی این کس
از ولایت خورزم، یعنی زادگاهشان به ولایت خورزم منصوب بوده. خب از دهه باقرگانی مورخین درباره این کس میگویند که سال تولدشون معلوم نه، لیکن سال وفاتشون 1186 یا 1186 معین کرد. حضرت در دوام حیات خود یکی از شخصیت‌های معتبر، یکی از گوییم ولی‌های خدا، دوستای خدا و شاگردهای پیشقدم خواجه احمد یسوی به حساب می‌روند. وقتی که حضرت خواجه احمد یسوی شاگردان را تعلیم میکنند، تربیت میکنند، این کس در دوام همین شاگردها باز یک چند خصلت و صفت‌های نیکشان که دیگر از اونها فرق میکردند. و بعد از گوییم ارشادات استاد، بعد از اجازت گرفتن استاد، گویا استاد نصیحت میکنند که همین اشتری که شما سوار میشوید به کدام مکان رفته ایستاده همین منزل رو اگر سکونت کند و خواب رود، همین مکان اصلی شما میشود و تدریج دین و منتشر دین رو شما در اونجا چی بر فرستانه چی دوام میدهید. حضرت همین خیلی تاریخ به همین سرچشمه همین خیلی آمدگی گویا اومدن خورزم کجا ما کجا هزارها کیلومتر میبیان اشترشون گویا همینجا میماند. حضرت همین مکان رو جای سکونت قرار میدهند. خب اکنون این منزل مکان ها که از اول جای گوییم که کشتکار و جای زراعت و مکان هایی که عین همین دهقانی میکردیم موضع ها که بود، پیران بودن، قسما دهقان ها زندگی میکردن، آمده استاد از حضرت دعا میگرفتن، برکات آب روان، برکات کشتکارشان. از همین جهت هم در سرچشمه های تاریخی حضرت پیر آب و پیر دهقانان مینامند. بیمارها آمده استاد دعا میگرفتن، شفا میافتند. هر چی باشد حضرت یکی از شخصیت های بودن که دوستی خدا، ولی خدا بودن. و در دوران خودش هم وقتی که استادشان حضرت خواجه احمد یسوی گویا شیخ‌های خراسان و شیخ‌های دیگر اطراف در چند موضوع ها، در چند مسئله ها وقتی که به یک چیز در میموندن، حتما به حضرت مراجعت میکردن. همون وقتا مصلحت و مشورت و خلاصه همین مسئله. گویا میگن استادشان خواجه احمد یسوی بعضی مسئله های مهم رو به شاگرد به سلیمان، به حضرت خواجه باقرگان، یعنی به حضرت سلیمان باقرگان گویا واگذار میکردن که این کس یک جواب مکمل کنند و حتما این کس چی جواب میدادن. و شعار بهترینشون همین بود، هر شبت را قدر دان، هر کسی را که دیدی خضر دان. امروز ما اینجا اومدیم قدم رنجه نموده، باور کنید که مردمی دیهاتی آفچه خلچه بسیار مهمان نواز، بسیار مهربان و البته امروز میبینم که انا همین یک موضوع رو بسیار تازه و آباد و آزاده نگاه داشته شدن. رحمت‌های کلام میگیم از نام تمام مردمی که ما رو تماشا میکنن. سلامت باشن. صد سال شده که سلامت باشن. خوش آمدید. رحمت‌های کلام. یک روز یک بیبی با همون بیبی و نبیره میگردیم. نبیرهشون آمده بیبی حالا با گابزن نبیری او چه گابزن گفت گفتن که همین دستی چپم میخورد چیزی باشد گفت یگون کس پول میتیاد تو بچه گفتسو بعد یادم با دستی راستم هم میخورد گفت یگون کس تو که سلام علیک میکند یک لفظی نغز میزند گاب نیست نغز بیگانی طرف او به بولیش کم میخورد تو منادر یعنی که اوقاتی نغز میخوری خوراکی نغز میخوری بخواد میشی بچه‌ام گفت گوساد یعنی کویو داست که آچام همین گردن من میخورد گفت یه رو بازی کن گفتیم ما هر روز بازی میکنم گفت او بالیش کن گفتیم یک روز اوچ قدچه به توی با اومدیم پیش اگر دویدگاه توی خانه ها خیلی توی خانه ها نبوده مرکه درونی حولی بمیشون بعد توی سر کردیم توی یاد مبارکه خوانده شدیم بعد سرودی استا سکین سرودای میخوانید که مادر پدر خوانده سیم یک آدم آمدن گفتن که اون کدام من همیشه ایما کردم من حیران شدم این آدم چی میگفته باشن گفته نگاه کردم چهل اما چی کنم که تیزش خوان گفتم مایلاش گفتم خونده ایستم با اومدن اون کدام
منم ترسیدم و چشم پشتم با خواندن گفتم با یک قید چشم کشم گفت با هم تو من سودیم با اون تو کاسیم با چشم پشت هم تو نیا کنم مگه هیچ کیم نیست نه کمپیچه تو دیدشیم من ها خاله جان سرودم شما معقول میخوام گم پدرت برام تگتن کلپچه انیمان بودم یادآور از آن میشیم که تماشاگران عزیز و ارجمند مخلصان گرامی قدر سرپرستی برنامه یک پیاله چای مغازه بهترین در مغازه بهترین تکنیک‌های روزگار است. البته شما میتوانید رفته از آنجا با نرخ‌های دسترس و صفتی اعلی دسترس نمایید. آن نفرانی که برای خریدن مبلغشان کافی نیست شما میتوانید از آنجا نسیه نیز خریداری نمایید. دوستان شتابید به مغازه بهترین مال‌های نو آمادگی. боз як хушхабар аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин ин тавр ҳоло набуд акнун шумо метавонед мошини ҷӯмашоии автомат полуавтомат телевизори плазмавӣ чангкашак кондитсионер ва ғайроро тариқи кредит бо корти насия ҳаст салом аз алифбонк ва бонки эсхата бефоиз харидорӣ кунед телефон барои тамос 92 730 77 70 суроға шаҳри хуҷанд паҳлӯи факултаи филология тоҷик мағозаи беҳтаринро интихоб намо من خواهش میکنم که همین نشستی ما با یک دوستی عزیزی ما با آن همین چی گفتیم؟ لگنچه یک 4 تا پرتون یک کیفیت گرفته گوش کنید چی گفتید؟ میگوید آتشین باشد پری جان لبانت انگوبین باشد پری جان همان یک بوسه اول کی دادی مبادا آخرین باشد پری جان همان یک بوسه اول کی دادی مبادا آخرین باشد پری جان سپیده می دمد یارم سپیده نمیرم کاشکی رویت ندیده سپیده می دمد یارم سپیده نمیرم کاشکی رویت ندیده نمیرم کاشکی رویت ندیده یک جوان دانشگاه ختم کرده آمده جای کار کافته است و نیافته است گویید جای کار نیافته است که یک تا کلینیکا مکشم کلینیک از جدا ماده شده گویید کلینیک کشودم کلینیک مکشم رکلام میکنم گفته گویید بالی دروازش بنویسته است که لوبای خیلی کسلی که بیتام 500 سوم من درست میکنم اگر نتونم 1,500 میتیم گفته است یک تا همین اکامباین دکتر گذاشته برفته سره این چه کلینیک بود است 500 سوم اگر نتوند اگر با 1,500 بود است یک 4 تنگ پول کار کنم گفته است سیکین درآمد رفته السلام علیکم من یکم کسلی شما من همین دهان مزه نفهمیساست تمام نفهمیساست آب بخورم اوقات خورم یا خیل همین چه خیل میشه باشد گفت حاضر کجان اینجا شنید گفته گفت حاضر من وای کجان من بیا رفته کوزی رقم 22 بیار گفته است کوزه چه بود است خیل 22 بیارد ورقچه 22 نوشتگی هم یک پیاله بریخته مرامت گفت هم تو خوره بنزین قاعده میتیاد می آدم گفت درست شدید گفته است مازه فهمیدید چی درست شدید گفت این آدم 500 براف کو پگه به دندون مونده این من باب میکنم گفته پگش مونده و کجا میبخشید من با اومدم خاطراتم کار نکراس گفته است خاطرات کار نکراس میگه نه اینجا شینده کجان حاضر کوزه چه 22 بیار گفت وای بنزین کو گفت یادتون بود است کجان اساسا میگه برو اومده فیالش که بوتون فیالش که کوزه اینجا علاوه میذارم گفته گفت سیام روز اومده تاثیر گوش کنم گفته است شما گوجانده دکتر گفته است دکترم توریشن است من همیشه نگفت چشمم ندیسه است گفته است دکتر بچه‌ام گفته است که اکا همیشه درست کردیم همین چشم به ما درست کردن نمیتونیم اکا جان ما حاضر 1,500 تا میتیم گفته گفت کافته 500 سومه دستش به یادم کرد ها قلاب این 500 سومه گفت درست شدید کافته من همین خیلی جوانم استوکور هایدی اما من حاضر ما نزدی راننده ها باشیم راننده های تراکتور مثلا گریم تکنیک ها با درباره رانندگی گپ میزنیم همین زن ها با سری چنبرک به خدا نفرمود است چو گویید یک واقعه یک زنک 34 ساعت ماشین هایکر است
пешанги мошинаш тапатак данги кристат фуромада фелаш омдаги занака ой мана биян ту правай хардагими чихел ту нафамидам ат чизе ба як бора гиш меисти годагар вай шофери пешанги ман хонам ба гаражам ба омадам гуфтаст ҳамихел занҳоям мошин ба савор охир масалан гирем бисёр аҷоиб мошин ҳай мегӯянд бинобар ин ду дугона ҳамихел воқеъ якши мошинаш вайрон шудааст дуюмаш омада сефтааст дугона чо кард гӯяд мошин вайрон шуд балонаш ба лагат кирсади мегӯяд ҳа лагат кирсадам гӯяд рӯймолчиат ки фарша пок кунӣ мегӯяд ҳа гӯяд адамша намедонам куҷош вайрони нафтааст як нафар трактор ки бурафсоз асфальт ҳама ҷо раҳо зӯр мана ҳамин бурафсоз тракторанда вай спидометр чизеш нест вай ҳамун 190 бомда дармонда мондагӣ бурафсоз корманди гаиам манкара саҳарӣ ин тракторист медонад ки ҳозир фурод ҷарима мешавад трактор ҳамту фуронда як муъизаҳошо афшонда ассалому алайкум шоҳи роҳ гуфтааст гаи ҳайрон бигузор аз ин тараф як шофёри маст биёд аз ин тараф як мошин биёд ки айнакош сиёҳ бошаду шишаҳош иҷозатномаш набошад гӯяд ҳамон гаи дастам додааст вайба ҳамин хелашам мешудааст тамошобинони азизу арҷманд ҳаводорон ва мухлисони барномаи як пиёла чой ин буд қисмати аввалини барномаи имрӯзаи мо бовар кунед дур наравед рӯзҳои наздик мо қисмати дуввуминашро барои шумоёни азиз тақдим медорем бо мо бошед бо канали пайки суғд бошед